تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ، رمان تاریخی اتامیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار نهم. در دکان سید فرخشاه. آغاز چله تابستان بود و رود پنج از غایت پرآبی به مانند اشتر مست کفک می پرخید. از دمش حور برخاسته دو طرف ساحل را در چادر سفید پیچانده شدت گرمای طاقت فرسا را اندکی هم باشد می کاهاند. موسم گیلاس به آخر رسیده میوه های دیگر یا غوره بودند یا سرخ پهلو می شدند. توت که با نمودهای گوناگونش در این موضع فراوان می روید اکنون شیره می بست. از کشزاران لشک و باقلا، پتک و نخود، گندم و جو انبوه سر بالا نموده شوله های حیات بخش خورشید تابان را نوش جان می کردند. در چنین شبهای گرم عادتا مردم پارشنف یا در بالای بام یا میان کشتزار خود کپه از نوده های بید درست کرده خواب می رفتند. اما سید فرخشاه از گرمای دلگیر کننده در لب رود مصفای بحرچی دره پناه می برد. برای او در ساحل راست رود در سایه انبوی درختان بیدوان دکان بیدیوار سایباندار ساخته بودند. پیر 3 ماه تابستان را اکثرا در همین دکان دوست داشتهش می گذراند. به سرای بهار که خانهش در آنجاست وقتی می برآمد که در خانه کار نهایت مهم افتاده باشد. باقی اوقات خود را در این مکان خوشهوا صرف قبول مریدان و کار افتادگان، مهمانان و منصبداران و مطالعه و محفل آرایی می کرد. سید فرخشاه تنها پسرش سید کاظم را اجازه می داد که در پهلویش خواب رود. پسر کلانش سید یوسف علی شاه بیشتر وقت در خانه بابای مادریش سید جعفر بود. آن شب هم با پسرش تا دیرگاه از دیوان حافظ غزل خواندند. درسترش سید کاظم می خواند و پدرش سر به بالین نهاده مزه کنان گوش می داد و هر گاه بیت دلش را تکان می داد، سرش را می برداشت و توجد قبول گویان ندا می برآورد و حتی اشک می ریخت. سید کاظم خردسال که هنوز به معنی چیز خواندهش چندان سرفهم نمی رفت در این گونه حالتها از خواندن باز می ایستاد. بر روی پدرش با تعجب می نگریست و اگر او اشک می ریخت دلتنگ شده به زور آب چشمش را نگاه می داشت. اشک ریختن پدرش را سید کاظم نه تنها در سر مطالعه کتابها مشاهده می کرد. بعضا نیمه های شب گریه پستش او را از خواب بیدار می ساخت. در این لحظه ها سید کاظم از جا بلند شود و حتی گپ زند هم پدر او را نمی دید و نمی شنید. انگار او وجود نداشت. پدر 2 زانو بعضا 1 زانو نشسته 2 دسته سرش را قپیده زیر لب چیزی میگفت و میگریست و میگفت. سید کاظم فکر میکرد که پدرش شبها از عقل بیگانه میشود و یگان شب حتما حادثه با وی رخ میدهد. بنابراین روزی با مادرش این راز را در میان گذاشت. مادر دید که حالت پدر پسر را سخت ناراحت نموده است. گفت پسرم حالا چیزی که میشنوی به هیچ کس نگو. قسم بخور. قسم به نام خدا. پدرت هر شب با مولای زمان سخن میگوید و برای هر سخن درفشان مولا بر رقت آمده اشک میریزد. تو نترس، کلانتر شوی، پدرت خودش تو را از این سیر واقف میسازد. سید کاظم مات و مبهوت ماند. پس از این گپ مادر پدر محبوب او یک باره در نظرش به شخص مقدس و حتی افسانوی تبدیل یافت. عجیب، پدرم با خود مولا گپ میزده است و من او را نمیبینم. میگفت خود به خود سید کاظم. برای همین هم از هر کجای عالم مردم به زیارت پدرم می آمدند.
سید فرخشاه پس از ادای نماز بامداد رباب به دست گرفته دیرگاه جور نمود و به سرودن مناجات آغاز کرد. آوازش بلند نباشد هم دلنواز بود. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. غزل حافظ همیشه سرآغاز مناجات سید فرخشاه بود. آن را تا آخر می سرایید، سپس یا از ثنایی شعر می سرود یا از غیاسی. سید کاظم زیر لب در برابر پدر بیتهای مناجات را تکرار کرده گاهی سر آوازش را هم می گرفت. در این لحظه ها پدر چشمان به سقف دوخته‌اش را جانب او پایین می کرد، نگاهی مهربانانه می افکند و ممنون سر می جنباند. سید کاظم از این اشاره بال و پر می گرفت و آوازش را به درجه پدر رسانده جور می نمود. پدر مناجات را با ربایی زیر انجام بخشید. کنهی خردم در خوری اثبات تو نیست، و آرامش جان به جز مناجات تو نیست. من ذات تو را به واجبی کی دانم، داننده ذات تو به جز ذات تو نیست. فراست شاه خدمتگار پیر یک کارسان ناشکوفه سوزان، دو کلچه شیرمال در کاسه بط و در طبق زردآلو و توت تر آورده دستارخوان انداخت و عرض کرد: پیرم، از نزد شاه آقسخال مبارک آمده است. سید فرخشاه گفت: دعوتش کن. آقسخال مبارک به دکان برآمد و در نزد سید زانو زده دستش را بوسید. اولاد او در دو طرف ساحل پنج همگی مریدان سید فرخشاه بوده با پیر به تدبیر و شورتیارشان افتخار داشتند. پیر مریدش را به تناول اطاله مراعات نمود. مبارک که گشنه بود پی هم 3-4 لخ برداشت و مزه کنان گفت: برای من طعام تبرکی است پیرم، خیلی به مزه پختند. این مزه دستان مختوم است. هنر چندین زن را در آشپزی سنجیدم، عاقبت همین مختوما را که 3 سال پیش از بونی به همدیه همان شوهر کرده بود کشف کردم. اون هم تصادفاً از معرکه سرشویانش به خانه ما هویش کشپه آوردند. باور کن در عمرم چنین خوراک با لذت نخورده بودم. وقتی فهمیدم که پزنده‌اش همین دختر نوخانه‌دار است، پس از برآمدن چیل سورش او را آشپز و شوهرش را خدمتگار گرفتم. خدا برکتشان دهد، هر دو قابل و پاکیزه کارند. حالا صاحب 3 فرزندند، 2 دختر و 1 پسر. فرزندانشان را هم خودم نام گذاشتم. سید فرخشاه درباره خدمتگارانش گپ میزد و مبارک با حیرت فکر میکرد که چرا سید بجای آنکه سبب تشریفش را در این صبح صالحان پرسد، اینقدر به تفصیل درباره کدام یک آشپز نظرناگیر حرف میزند. آقسخال از خوردن فارغ شد و به معنی اکنون سبب آمدن را بپرس دیده و فرخشاه دوخت. سید سر پسرش را سیله کنان گفت: میدانم برای چه آمده ای، لیکن از دست من چنین کار نمی آید. کدام کار پیرم؟ با اضطراب پرسید مبارک و در دلش خدا می گفت که سخن پیر درباره نکاح نباشد. آن ولعمد هر که هم باشد زن پدرش بود. چه خیل من پیر صدها مسلمان مادراندر را به پسراندر نکاح کنم؟ در مذهب ما مادرخواند و پسرخواند منزلت مادر و پسر دارند. آقسخال اول از آن که پیرش نپرسیده سبب آمدنش را فهمید و ثانی از آن که خواهش شاه مملکت را، آنی را که از تازیان اشخون میچکید چنین سهل و آسان رد نمود، لال و حیران ماند. حضرتم، من به شاه چی گویم؟ گلو روشن کرد آقسخال. چیزی که شنیدی. فرخشاه سخن بیشتری گفتنی شد، اما به جای آن سرش را ناراضیانه تکان داد و تاقیش را گرفته دوباره به سر گذاشت. به یگان ملای خودش فرماید: فردای قیامت در نزد خدا جواب میدهم، نه در پیش محبت خان. مبارک دیگر اصرار نکرد. دانست که پیرش به هیچ وجه چنین کار ناروا را به گردن نمیگیرد. اجازه رفتن پرسید. فرخشاه برای گسیل او برخاست و هنگامی که آقسخال دست او را بوسیده از دکان پایین شد گفت: منصب و وظیفه برای آسان کردن زندگی خلق است، نه برای ظلم و تعدی. محبت خان اول بنده پروردگار است، بعد شاه. تو هم اول بنده خداوندی، سپس آقسخال. به هم پیرهایت این نصیحت مرا برسان. مبارک سر جنبان و نیم تعظیم کرد و بدر رفت. فرخشاه به جایش نشست و 7 پسرش را به دست گرفت. تا کجا از بر کردی کاظم؟ سید کاظم گفت: تبارک را نیم کردم.
آخوانت کی می آید؟ ساعت پس می رسد. سید فرخشاه برای سوادناک کردن پسرش معتبرترین شخص ملک شغنان، شاعر نامدار خسور خود سید جعفر را برگزیده بود. سید جعفر که در دهه نه آنقدر دور خاصه زندگی میکرد، هفته 3 بار به خانه فرخشاه آمده به سید کاظم سبق می آموخت. سید فرخشاه از پسرش خواست که سبقهای گرفته‌اش را پیش او تکرار کند. سید کاظم سوره های یاد گرفته‌اش را یک یک خواند. صدای جرنگاسی بچگانه‌اش گوشنواز بود. پدر در دل به معلمش احسنت خواند. پسرک چون استادش کلمه ها را به خطا تلفظ میکرد. طرز قرائتش صیقل نیافته باشد هم از لطافت خالی نبود. این اثنا خدمتگار رسید و اشاره کرد که مهمان آمده است. فرخشاه دست به سر پسر برد. او قرائت را قطع نمود. کیست؟ حضرتم غضنفر غوندی سلام آمده است. بیاید. بدکان مرد تخمینا 50 ساله میانه قد چابکی برآمد. سله سفید خورد، کمزول پختگین سیاه و پیخ‌های بداشت تازه دوخته شده از دولتمند بودنش گواهی می‌دادند. وی 4-5 قدم دورتر از سید فرخشاه دو زانو نشست، پیشانی بر فرش نهاد و سپس سر بالا کرد و گفت: تصدق جد بزرگوار پیرم که سگ در گاه خود را به لطف بیگرانه اشان بار دادند. سعید به یاد آورد که تیرماه گذشته این مرد که حرف که را گه می گفت با خواهش عجیب به خانه‌اش آمده بود. لبخند زد و از جا برخاست و مهمان را مهربانی کرد. خوش آمدی غضنفر، ماه کمنما شدی و رفتی. مهمان روح گرفته دست پیر را بوسید و دامان جامه‌اش را به چشم مالید. سعید دستانش را از دامن خود جدا کرد و او را بالای پوستک در پهلوی پسرش شناند. پیرم، از مریدان غوندیتان سلام آوردم، گفت غضنفر و از درون خلطه نمدینش چراغدان سنگین برآورده پیش فرخشاه گذاشت. سعید آن را برداشته پشت و پهلو گرداند، 2-3 دقیقه تماشا کرد و به جایش گذاشت و پرسید: مردم غوند چه حال دارد؟ غضنفر که عین زمان تعریف چراغدان را انتظار بود، از این سوال ناراحت شده باشد هم سیر بای نداد. تینجند آسوده‌ام پیرم، گس را به گس غرض نیست. از سردم شوتور، از چرسم شوسبایی سلامتان گفتند. غضنفر گپ از این زیادتر را عیب دانسته لب فرو بست. فرخشاه چراغدان را دوباره به دست گرفت و وزنش را روی کف سنجید. غضنفر با چشمان عجیب خود که بیش از نیم پیشانیش را کاسه‌خانه اشان تشکیل میداد، هر یک حرکت پیرش را به قرارانه نظاره کرده منتظر بهای او نفس به درون زده بود. چند وقت در یارکند ایستادی؟ این سوال ناگهانی پیر مرید را در حیرت گذاشت. 10 روز پیش برگشتم پیرم با گاروان قرغیزها. از تاشقرغان خریدی یا از یارکند؟ از خود یارگند پیرم. تصدق قربان فهم شما، از سفرم با خبر بوده اید. پیر تبسم ملیح کرد و گفت: این گونه چراغدان را فقط اسماعیلیان یارکند می سازند. نرخش از 15 تا 80 روپیه است، وابسته با آن که از کدام سنگ و با چه هنر ساخته می شود. این را از لاجورد نیلیفام ساختند. 60-65 روپیه قیمت دارد. آگاهی سید فرخشاه غضنفر را بالکل به حیرت گذاشت. او هیچ تصور کرده نمی توانست که چطور پیرش از پرشنف بیرون نبرآمده دقیقاً می داند که چراغدان آوردهش مال کجاست و قیمتش چند است. شاید پیرش این را هم داند که غضنفر به این چراغدان پول صرف نکرده است. آن را یک بازرگان یارکندی به او داد تا به دوستش خلیفه سلطان سعید غوندی از نام او ارمغان برد. از خوف فاش گشتن خیانتش در امانت یک مؤمن خدا و آن هم در نزد پیر، غضنفر به تشویش افتاد، حتی پشتش عرق کرد. سید فرخشاه سر پسرش را سیله کنان چند دقیقه غرق اندیشه خاموش ماند. غضنفر تماما بیقرار شد، به درجه‌ای که خواست تند برخیزد و راه گریز را پیش بگیرد. نهایت پیر یخ خاموشی را شکست. تشکر زیاد برای سلام و سوغاتی. عرضی داشته باشه بگو. جانی تا به گلو رسیده مهمان جانب تن بازگشت. غضنفر کمتر از صدق و بیشتر از شرم پیشانی بر زمین سود و دقیقه ایستاد تا آرامی به او دست دهد. سپس سر برداشت و مقصد اصلی آمدنش را به زبان آورد. پیرم، یادتون باشد سال گذشته خواهش کرده بودم به اولاد من شجره سیدی نویسید. شما رد کردید. با همین خواهش باز آمدم که از پیرم دستگیری یابم. فرخشاه این گونه خواهش عجیب را
در عمرش بار اول سال گذشته از زبان این مرد عیارنما شنیده بود، ولی فکر هم نمی کرد که آن را بار دوم نیز در نزدش به زبان می آورد. طبعش خیره گشت. غضنفر، آخر من به تو فهمانده بودم که چنین عمل جنایت است. با کدام رو آدم از اولاد خودش دست کشیده اولاد دیگر را اختیار می کند؟ پیرم، قربان جانتون، تصدق زبانتون، این را نه فقط من می خواهم. تمام گلانتران اولاد ما به درگاهتان زاره و تولا دارند. چیز خواهید در عوضش می دهیم. حالا با خود یک گمیت بادپا آوردم. التماس. فراست شاه، فراست. پیر گپ غضنفر را برید و خدمتگارش را فریاد کرد. فراست شاه به دکان برآمد. اسب این مرد در کجاست؟ به درخت سیب بستم تقصیر. فرخشاه چراغدان را به خلطه انداخته به دست غضنفر داد و گفت: دیگر با چنین خواهش نزد من نیا، وگرنه از مریدی محرومت میکنم. فراست شاه، مهمان را گسیل کن. اسب آوردهش را مانم. اسبش را هم گسیل کن. به اسب خوب یک قمچین گفتند، گاهی 2 قمچین هم لازم بوده است. با کنایه گفت پیر و با دستش جانب راه برآمد اشاره کرد. غضنفر از غایت شرمندگی سوپ سرخ تعظیم جانب پیر کرد و منتظر خدمتگار هم نشده به در رفت. پس از آن که دکان از مهمان بوالعجب خالی گشت، سید کاظم جلو خنده را سر داد. آنقدر خندید که غبار خاطر فرخشاه هم زدوده شد و در لبانش تبسم دمید. تد جان، عقل این مردک از کودکان هم کمتر بوده است کو؟ سبب خنده خود را خلاصه کرد پسرک. پدر چارزانو نشست، رباب گرفت، به تارهایش ناخون زد و گفت: بچه‌ام وای کم عقل نه، سیر عقل است. دیوانه به کار خود هوشیار. چی خیر؟ میخواهد شجره اولادش را به سیدزاده ها رساند و صاحب یگان وظیفه یا امتیاز گردد. خودش از کدام اولاد است؟ اولاد اینها رو شهرکیان میگفتند. اینها اصلا از یامجند. با مردم دهات تجنگ شده به غند کوچ بستند. بسیار منصب تلاش و عزت طلبند. از چنین اطلاع دقیق پدر درباره غضنفر پسر در حیرت افتاد. من فکر کردم که تو درباره‌اش چیزی نمیدونی. من درباره او و اولادش چیزهایی میدونم که خودش نمیدوند. پاسخ داد فرخشاه و گوشک‌های رباب را تاب داده جور کرد و افزود: تیار شو که آخانت می آید. اسیرگیری بیگناهان. پنجاه نفر نوکر مسلح از قلعه بحرپنجه برآمده اسب‌های خود را به شرق و غرب جانب روشان و در مارخت محمل زدند. اقسخال اسحاق امر کرد که بندی‌های داخل قلعه را به میدان سرای سنگ برآورند و خود در سایه درخت نشست. نوکران بندی‌ها را آوردند. چهره‌های پراندوه، لباس‌های جغده از غایت چرک بو گرفته، چشمان از لاغری فرو رفته‌شان طبع خیره اقسخال را خیره‌تر کرد. در آفتاب نایستید، به زیر درختان گذرید. امر داد به آنها اسحاق و از جا خیست. نترسید، من فقط صحبت میکنم و خلاص. از این گپ دل بندی‌ها کمی قوت گرفت. به گوش خود باور نمیکردند که با آنها چون با انسان گپ میزنند. اقسخال به سربازان رو آورد: به خانه من روید و به اینها خوراک بیارید. وقتی نوکران به راه افتادند از پسشان تاکید کرد: به آشپز تعیین کنید که جوانه‌ای برای قربانی مانده ام را کشته در 2 دیگ کلان بوج پزد. یک مرد بندی که هر زمان میانش را داشته رود ترش میکرد پرسید: صاحب، به آدمی که میکشندش خوراک چی لازم؟ هیچ کس شما را کشتنی نیست برادر. پاسخ داد اقسخال: ولی بدانید و آگاه باشید که شما را به فیض‌آباد میبرند. از این خبر میان بندیان غلاغله افتاد. زنها دامان گریه را سر دادند. ما اینقدر ضعیفیم که توان رفتن با چنین راه دور را نداریم، گفت بندی درد میاندار. باز 3 تن بیمار هم هستند. چی کنم؟ امر شاه چنین است، گفت اقسخال و به نامنویسیشان شروع کرد. یگان نفرشان بجز آن که خویش و تبار اشخاص به شهادت رسانده محبت خان بودند گناه دیگری نداشت. برادر، با ناله دلخراش به اقسخال رو آورد. زنی که از غایت چرکینی چی رنگ داشتن رویش را معین کردن دشوار بود. شاه آدم پرج است. پرج را حرج گفتند.
اما تو که شغلانی ما هستی نخود رحمت نباید. شوهرم را ناحق کشتید، مرا اسیر کردید. همه این بس نبود که در ملک بیگانه غریبم کنید؟ کاری که شما میکنید بدترین کافر به دشمنش روا نمیبیند. پس از این تو و فرزندانت با کدام روی به نزد مردم میبرایید؟ اسحاق آرامانه گپ زن را گوش کرد و وقتی لب فرو بست در رو بر رویش ایستاد و گفت: باور کن خواهر، حالا یگانه علاج به فیض آباد بردن شماست. سوگند به مولای که امام من و توست، راه دیگر وجود ندارد. آهنگ صمیمی گفتار آقسخال نه تنها به زن بلکه به تمام اسیران تاثیر خوب گذاشت. دیر نگذشته نوکران اسیران نو را 5-6 نفری آوردن گرفتند. داد و فریاد و شوقون و غریو باز فضای سرای سنگ را به لرزه آورد. با امر شاه نوکران هیچ کس را به گسیل اسیران راه ندادند. به این سبب در میدان تنها اسیران بودند و آقسخال اسحاق. تا چاشتگاه بیش از 50 کس را جمع آوردند. خبری حیرت آور. دروازه‌بان قلعه بحرپنجه در را بروی نوکران تاشقل و ایگنبردی باز کرد و فریاد کشید: خدایا به شما چی شد؟ سر و روی آنها کفیده و ورم، لباسشان خاکالود بود. زدند، قریب میکشتند، جواب داد تاشقل و دست همراهش را گرفته هر دو بیمدار پایهای خود را درون کشاله کردند. کی زد؟ مردم ووژ با دل ناخواهم جواب داد تاشقل: دیگر چیزی نپرس، به شاه عرض ما را رسان. شاه کسی را بار نمی دهد، لیکن سپهسالار در همین جاست. ما سپهسالار نداشتیم که اظهار تعجب کرد سرباز. اکنون داریم. التماس برایش بگو که عرض ما را شنود، نباشد شاه سرمان را از تن جدا می کند. نالش کرد نوکر و با کتف همراهش تکیه کرده لنگان لنگان به اسکرخانه رفتند. پاسبان دروازه را بست و به دفتر سپهسالار شتافت. سپهسالار را همه آتیزول می گفتند. این لقبش بود. نام اصلیش را کسی نمی دانست. پدرش محمد کریم قرغیز، دیوانبگی شاه عبدالرحیم خان، از خردسالیش او را به پاس خاطر اولادش که با نام قرغیزان آتیزولی در حدود پامیر مشهور بودند آتیزول لقب گذاشته بود. او در قلعه بحرپنجه تولد شده همراه محبت خان و برادرش یوسف علی خان کلان شده بود. پس از آنکه محبت خان و یوسف علی خان با دست نوکران شاخدرایی پدرش را کشتند، مادرش او را به علی چار به نزد خویشاوندانش که تاجیکان وخانی بودند برد. عبدالرحیم خان به این عمل مانع نشد. او آتیزول را حاکم پامیر تعیین کرد. آتیزول هم شیوه دولتداری پدرش را دوام داد. با دسته اش گاهی به برتنگ، گاهی به مرغاو، گاهی به پامیر خرد حمله برده مردم را غارت می کرد. پسران و دختران را اسیر گرفته به شاه شغنان می برد. از تاخت و تاز آتیزول تنها قرغیزها در امان بودند، زیرا در لحظه های حساس او را پشتیبانی می کردند و اگر لازم آید برای حمایه اش سرباز هم می دادند. بدین وسیله سال تا سال شمار تاجیکان در پامیر کمتر ولی تعداد قرغیزان افزوده دایره سکونتشان وسیع‌تر می گشت. خبر ازدواج محبت خان را شنیده آتیزول هدیه و تارتوق کرایی جمع آورده با 17 ستور پربار به تبریک شاه رفت. شاه او را با خرسندی زیاد قبول و سپهسالار تعیین کرد. آتیزول چنین مهربانی را از دوست آوان بچگیش چشمدار نبود. دوستم، من به تو اعتماد زیاد دارم. شغنانی ها پیت می پایند که مرا در اولین فرصت شیله کنند. به یگان ذاتشان باور کرده ممکن نیست. من و تو یکدیگر را خوب می شناسیم. تو مسلمان خودم هستی. این بددینان را باید از تمام امور حاکمیت محروم ساخت، نباشد حالمان را تباه می کنند. پینک آتیزول را پاسبان ویران کرد. صاحب، 2 نوکر زخمی بار می خواهند. چی گپ شد؟ در دهه ووژ مردم اسیان برداشته آنها را زدند. اسیان؟ چه خیل اسیان؟ با اضطراب پرسید سپهسالار و برخاست و افزود: ووژ دهه دیوانبگی نیست؟
بله صاحب، قاضی دیوانبگی از همین دهه است. این طور باشد نوکران را به نزد او بردن لازم. دیوانبگی در تردد سور است. آتیزول دیگر بهانه نیافته به در آمد. او خشمالود به قرغزی چیهای گفته به نزد نوکران رسید و پاسبان را فرمود که دیوانبگی را دعوت کند. نوکران با یاری همدیگر از جا برخاستند و قصه کلتک خوردنشان را نقل کردند. این اثنا قاضی دیوانبگی هر سه زنان رسیده داد زد: اوه نوبکاران خدا زده، دروغ نگوید، وجیها خوشفعل و آرام طبیعتند. در این دهه کسی به چنین عمل زشت دست نمیزند. چرا دروغ گویم صاحب؟ اصرار کرد توشخول. زدن، معیوب کردن. کی؟ عراس زد دیوانبگی. کی چنین جرأت کرد؟ یک جوان پسر، سر خم کرد نوکر. جوان پسر؟ دیوانبگی و سپهسالار برابر آواز برآوردند. آره صاحب، با نیم آواز تصدیق کرد توشخول. تو را هم وی زد؟ از خاموشی نوکر دویم به تنگ آمده پرسید آتیزول. نوکر با چشمان تنگش بر روی کلانتران نگاه پردرد افکند و نالش کنان سر جنباند. ایگنبردی را هم پسرک زد. به جای همراهش جواب داد توشخول و چون دید که کلانتران از غایت حیرت سکوت ورزیدند افزود: صاحب، زد، چنان زد که از هوش رفتیم. من راه گشته نمیتوانم. ایگنبردی گپ زده نمیتواند. جوان بود یا کلانسال؟ با شبهه تکپرسی کرد دیوانبگی. کلانسالان را مطیع کرده بودیم که جوانک پیدا شد و هر دویمان را چنان زد که خبر نیافتیم. مرید شما، با کراهت به سینه نوکر توف کرد آتیزول. این گپ را در پیش کسی دیگر نگوید که سرتان را خودم میبرم. چند ساله بود آن جوان؟ پرسید قاضی که به درست بودن گپ نوکران در دلش شبهه نماند. شاید 12-14 ساله باشد. 12 ندا برآورد دیوانبگی. 14 خطاب نمود سپهسالار. نوکران به آهنگ تصدیق سر جنباندند. آتیزول از غایت خشم مشت به سر توشخول زد. توشخول بیمدار سر پا ایستاده نتوانست و ایگنبردی را هم کلواند و هر دو روی خاک به پشت افتادند. مگر مردنتان بهتر نیست که کودک شما را در پیش این قدر مردم بزند؟ نره کشید قاضی و به آتیزول امر کرد: به وشپدرود برو و اسیانگران را بسته به سرای سنگ بیار. آتیزول به علامت اطاعت کلاه سر گرفته نیم تعظیم کرد و هر دو منصبدار پی کار خود رفتند. بعد از نیم ساعت آتیزول با 20 سوار مسلح جانب دهه وج رهسپار گشت. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی اتامیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتاری نهم. برنامه را برایتان کارگردان زبداجی محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.